سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز چهارشنبه 22 ایول. یخدان ویران به تاجران بازار دهقان شهری دوشنبه زیان آورد. 16 دکان سوخت و صاحبکاران کمش 35,000 سامانی ضرر دیدند. ماموران امور دین در تاجیکستان میگویند آدمانی که امسال برای ادای حج پول سپردند سال آینده حج خواهند کرد. هیچ کار پیشگویی کردن نمیتواند با چه ترتیب صورت میگیرد و هر صورت برتریت اولویت به اون نفرانی که نامنویس دادن با ما داده میشود. ما فرزند نمیفروشیم. والدان هویدا تلازاده 5 ساله که در شهر سرپخوی روسیه کشته شد میگویند تا قاتل به جزایش نرسد آرام نمیگیرند. مکتب میره، پلیس پیاگ میره. برای که عکسش را امت پینهون کردن که من نبینم. نیمه شب 22 ایول در بازار دهقان واقع در محله معروف به گیپرزیم شهر دوشنبه سوختار سر زده است. ریاست سوختار خاموشکنی وزارت کارهای داخله میگوید صاحبکار دلشاد ایدیف قاعده های بی‌خطری را هنگام استفاده برای یخدان ویران کرده است که باعث سوختار در بازار شد. در نتیجه سوختار به مساحت 134 متر مربع پهن گشته 16 دکان را پره و 8 نقطه سودا را قسما خراب کرده است. خدمات سوختار نشانی میگوید ساعت 1:30 شب آتش خاموش کرده شد و 15 میلیون سامانی اموال صاحبکاران از کام آتش نجات یافت. زیانی رسیده به صاحبکاران 35,000 سامانی حساب شده است. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به مشاهده می رسد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است. از جمله سبب سوختار در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه را مقامات در ماه ایون سال 2018 رسیش کوتاه ناقل‌های برق نامیده بودند. در این سوختار ده‌ها تاجر زیان دیدند. از آن پیش تابستان سال 2017 کاروان بزرگترین بازار دوشنبه نیز آتش گرفته بود که در نتیجه آنها صدها تاجر زیان عظیم دیدند و قسم مفلس شدند. کمیته تنظیم رسم آیین و دینی تاجیکستان میگوید آنهایی که امسال برای سفر حج نامنویس شدند سال آینده دست اول برای سفر راه خط میگیرند. بنابر پاندمی کرونا ویروس و با هدف پیشگیری از گسترش آن، عربستان سعودی سفر زائران را از تمام جهان امسال به حج منع کرد. ادامه موضوع در گزارش اسکندر فیروز و برات یوسفی از شهر دوشنبه. حدود 5,000 نفر ساکنان تاجیکستان که برای حج فرضی در سال جاری ثبت نام شده اند با بهتر شدن وضع بهداشتی در جهان امکان دارند سال آینده 2021 این رکن اسلامی را انجام دهند. کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی میگوید سال آینده برتری در انجام ادای حج قبل از همه به این افراد داده می شود. زیرا با علت خروج پاندمی کرونا ویروس و منع نمازگزاری در مسجد الحرام سفر آنها به تأخیر افتاده است. رویخطها هست، رویخطها چی در مقامات محلی اجرای حکومت دولتی تصدیق شده است و اینچنین رویخطها در کمیته دین هم هست. حتما اگر وضعیت بهتر شود و اگر هیچ کار پیشگویی کردن نمیتواند با چه ترتیب صورت میگیرد و هر صورت برتریت اولویت به اون نفرانی که نامنویس دادن با ما داده میشود. ولی تعدادی از خواهشمندان سفر حج با منظور به تأخیر افتادن سرمایه جمع آورده خود را به کارهای خیر از جمله کمک به طبیبان و گرفتاران بیماری کووید 19 خرج کرده اند. منم از این مبلغ 10,000 سامانی به بیمارخانه مرکزی ناحیه فرخور، نقابی برای کارمندان، اپارات‌های داروزنی برای هر یک شعبه، داروواری به همه کم و کاستی هایی که در بیمارخانه ها بودن یاری رسونده ایستاده ایم. خلط‌های 1 کرته، خلط‌های 24 کرته، چیزی که لازم است برای دختران ما که باید اول ما خود را محافظت کنیم صرف کردیم. در ادامه نشست مطبوعاتی مقامات کمیته دین خبر دادند که عید قربان در تاجیکستان روز 31 ایول به گذاشتن نماز دست جمعانه عید برگزار می شود. همچنین با منظور بد شدن وضع پاندمی کرونا ویروس در کشورهای همسایه کمیته دین توصیه می دهد که از عیدگردک نیز خودداری شود. البته قربانی می شود. یکی از شرط‌های قربانی نماز هم نیست. حالا انسانی که ثروتمند است اگر نماز هم که نخواند یا که فرصت نشود برای خواندن نمازش حتمی بعد این نماز یعنی قربانی میکند. از بس که نماز
در تمام مسجدهای جمهوری گذاشته نمی شود، خب افضل و بهتر و خوبتر است. اگر که انجام میدهد 1 ساعت بعدی آفتاب برآمدنم قربانی رو حساب یعنی قبول است، اما ثواب زیادتر و بیشتر در اون است که بعدی پیشین روز عید قربانی رو انجام میدهد. در تاجیکستان از ماه مارس به این سو با علت پاندمی کرونا ویروس در مساجد بسته است. عید قربان دومین عید مذهبی در زمان خروج پاندمی کرونا ویروس است که به برگزاری نماز دست جمعانه عید در مساجد برگزار می شود. انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شده است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان امروز در نشست خبری در این باره اطلاع داد. با وجود کاهش که زیر تاثیر پاندمی و با وجود آمد، مهاجران در نیم سال به تاجیکستان حدود 1 میلیارد دلار پول فرستادند. تفصیلات موضوع در گزارش میرزانبی خالقزاد. بانک ملی تاجیکستان خبر داد که در 6 ماه اول امسال مهاجران به تاجیکستان 195 میلیون دلار کمتر پول انتقال دادند که نسبت به سال گذشته 14.8% کمتر است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی 22 ایول در نشست مطبوعاتی گفت در این 6 ماه مهاجران کاری به کشور 999 میلیون دلار انتقال دادند. تاجیکستان یکی از آن کشورهای دنیاست که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران کاری می باشد. تقریبا 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می کنند. رئیس بانک ملی افزود که وضع انتقال پول در ماه ایون بهتر شده به تاجیکستان نسبت به همین دوره سال قبلی 0.7% پول زیاد وارد شده است. مهاجران تاجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد و 576 میلیون دلار فرستاده بودند که به 33% مجموع محصولات داخلی برابر است. بانک جهانی آخر ماه اپریل در گزارش کاهش رکوردی مبلغ‌های انتقالی مهاجران را در جهان پیش بینی کرده بود. بنا به بهاگذاری این نهاد بین المللی مالی، کم شدن مبلغ‌های انتقالی به کم شدن معاش و کاریابی مهاجران ربط دارد که در سال 2020 20% را در بر می‌گیرد. رئیس جمهوری تاجیکستان نیز ماه اپریل امسال در نامه به صندوق بین المللی پول کم شدن انتقال پول مهاجران را اعتراف کرده است. او گفته که انتقال پول از روسیه به تاجیکستان در ماه مارس و نیمه اول اپریل 50% یا 80 میلیون دلار کاهش یافت. در نامه گفته شده است که کم شدن انتقال پول مهاجران ممکن است چند ماه دوام کند و این به کاهش سطح استعمال و افزایش بیکاری و تأثیر به بازار اسعار آورده رساند. بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را می‌بینید و تا این لحظه ما درباره سبب‌های آتش گرفتن بازار دهقان در شهر دوشنبه، کاهش یافتن پول‌های انتقالی مهاجران کاری و لغو سفر زائران به حج در سال روان گزارش دادیم. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعداً برنامه را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. دو سال قبل هویدا تیلوزاده طفلی 5 ساله تاجیک در شهر سرپخوی روسیه کشته شد. این کشتار پرسر و صدا مورد توجه مقامات و جماعی مهاجران تاجیک قرار گرفت. به زودی شخص متهم به این کشتار به حبس گرفته شد. اما 2 سال این جانب تفتیشات و مرافعه های دادگاهی ادامه دارند، ولی شخص متهم جزا نگرفته است. مقامات با هر بهانه این روند را کشال می‌دهند. والدان هویدا میگویند تا قاتل فرزندشان به سزای خود نرسد آرام نخواهند شد. گزارش محمود جان رحمتزاده را مومن احمدی تقدیم می‌کند. دخترک میشه مکتب میره، پلیس یک میره. نگینه تیلوزاد 2 سال این جانب منتظر محاکمه و مجازات فرد متهم در قتل دختر 5 ساله اش می باشد. این خانم چند دفعه به نتیجه برای شرکت در محاکمه بر روسیه رفته بود. اینا 6 برشید میرم چورش ندیدیستن. ایمون میگن مسکرا رفتیم 6 ماه رفتیم از سود میریم، میگن موی دیگه میشه و موی دیگه سوچا میبرن نمیدووندیستن. امروز پگا میکنن چورمون ندیدیستن. هم دختر مایبم خطی میرم خطی بچه مایده که میون
هویدا طلازاده زاده شهر کلاب روزی 22 ایولی سال 2018 در نزد خانه‌شان از میدانچه بازی در شهر سربخوان ناپدید شد و روزی دیگر جسدی او را در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. تشخیص نشان داده است که دخترچه را نخست تجاوز کرده بعداً کشتند. گمانبری اصلی جنایت مدهش همسایه 30 ساله عائله مهاجران تاجیک الکساندر سیامین است که بعد چند ماه بازداشت در شفاخانه بیماری‌های روحی بستری شد. از آن زمان تا کنون در پایان هر 6 ماه بعد معالجه کمیسیه طبی مهلت طبابت سیامین را تمدید کرده میگویند که تا زمان معالجه پوره او برای پاسخ دادن به سوالهای تفتیشات آماده نیست. سیامین با قرار دادگاه ولایت مسکو برای معالجه ویژه جای داده شده است. عبدالسلام سعیدов پدر هویدا طلازاده پنهان نمی کند که خیلی خسته و ناامید شده است. روزی 21 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که در سر قبر دخترش قول داده بود که تا مجازات قاتل در روسیه خواهد بود. از این رو حالا هم در سرپوخ و منتظر مرافعه می باشد. همون جنایتکار فرزند ما را کشت است. خولش قطعی یک مقدار که دیگه اومدوش نمیشنستم ما دستم پریلگت کردن 6 میلیون روبل. ما مسلمان‌ها گفتیم ما فرزندمون نمیشیم برای اسلام. تأخیر در شروع مرافعه متهم جنایت مدهش را برخی افراد آگاه نشانه انتخابی بودن نظام دادگستری در روسیه مینامند. از آنکه قانون در نسبت مهاجران کار نمی کند در حیرت بوده نمی شود، چون که متاسفانه در روسیه نظام دادگستری پرره خراب شده است. وقتی به شما دادرس می گوید که به کانستیتوسیاتون در دلم زدید، فرمان هست ولی به ما فرمان نآمده است، به آن معناست که نظام مستقل دادگستری و حکومت دادگاهی مستقل وجود ندارد. تحقیق جنایت‌های سالهای اخیر نشان می‌دهد که در چندین حادثه پرسر و صدا که با مرگ خشونت‌آمیز اطفال مهاجران از جمله تاجیکستانیان انجامیده است، دادگاه و مقامات تفتیشاتی روسیه بی‌میلی نشان دادند. یک پرونده دیگر مربوط به مرگ فاجعه بار یک افسر در انتظار خانواده رستم نظرف عمرعلی 5 ماه است که سال 2015 از جانب پلیس از مادر جدا کرده شد و بعد چند ساعت گویا نه در اداره پلیس بلکه بیمارستان سنت پتربورگ درگذشت. دادگاه شهری سنت پتربورگ سال 2017 رد شدن پرونده جنایی از روی مرگ کودک عمرعلی نظرف را قانونی اعلام کرد و سوالهای را در زمینه قانونمندی کار ساختارهای حفظ قانون و نظام دادگستری خلق کرد. نموندن که ما بفهم کودک ما چو کده برای چی موده ما خستن خطه بپور کدن خستن روی کدن. در همین حال شوکت عمرف که با یاری سفارت تاجیکستان در مسکو برای دفاع از حقوق وکیل خانواده عبدالسلام سعیدov پدر هویدا طلازاده تعیین شده است میگوید امیدواری آنها برای به جوابگری جنایی کشیدن سیامین طرف می‌افزاید و به باور او متهم در جنایت کاملا صحت است. صبح چهارشنبه 22 ایول از فرودگاه بین المللی دوشنبه نخستین پرواز منتظم پس از توقف 4 ماه آغاز شد. هواپیمای شرکت فلای دوبای در مسیر دوبای دوشنبه دوبای پرواز انجام داد. سر از 20 مارس این جانب بنابر پاندمی کرونا ویروس پروازهای بین المللی به تاجیکستان قطع کرده شده. تنها پروازهای چارتری برای بازگردان شهروندان کشور از خارج اجرا می شوند. مسئولان شرکت می گویند پروازها هفته 1 مرتبه روزهای چهارشنبه صورت می گیرند. مسافرانی که از شهر دوشنبه به دبی پرواز کردنیند باید به خود معلوماتنامه درباره آری بودن از بیماری کووید 19 داشته باشند که نه بیشتر از 96 ساعت قبل از پرواز داده شده است. داشتن سغورته طبی نیز برای مسافران مسیر دوشنبه دبی حتمی است. و بینندگان عزیز اینجا رسیدیم به پایان برنامه اخبار. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید و خبرهای دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو ببینید. خبر فردا شما را صبح بر وقت در نوید بامداده با خبرهای نو تازه منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار شما.